سلام و عرض ادب خدمت همراهان گرامی. نوربخش هستم و در این آموزش انیمیشن سازی با هوش مصنوعی هایپرنچرال رو میخوایم یاد بگیریم. ابتدا در گوگل هوش مصنوعی هایپرنچرال رو سرچ میکنیم. این نکته رو یادآوری کنم که برای استفاده از این هوش مصنوعی باید حتما فیلتر شکناتون روشن باشه. بعد از انتخاب هوش مصنوعی و وارد شدن از قسمت بالا ساین آپ یا ثبت نام کنید رو میزنیم و ثبت میکنیم ورود با سیستم گوگل در قسمت بالا نمایش داده بشه. بر روش ضربه میزنیم و هوش مصنوعی خودمون رو به حساب گوگل یعنی یکی از ایمیل هامون متصل میکنیم. بعد از انتخاب ایمیل گزینه ادامه دادن رو میزنیم. در استفاده از هوش مصنوعی های رایگان بهتره که همیشه چند تا ایمیل داشته باشیم تا بتونیم محتوای بیشتری رو تولید کنیم. یه چند لحظه صبر میکنیم. یک اسمی برای حسابتون انتخاب کنید. مثلا اسم خودتون رو بنویسید. اینجا یک سوال ازتون میپرسه که خودتون رو چگونه توصیف میکنید. یکی از موارد رو انتخاب کنید. مثلا من خالقم. حالا وارد صفحه هوش مصنوعی شدیم. در قسمت کادر متن درسی که میخواید تبدیل به انیمیشن کنید رو وارد میکنیم. قسمت استایل ما میتونیم نوع فیلممون رو انتخاب کنیم. مثلا میخوایم انیمیشنمون 3 بعدی باشه یا ترسناک باشه. در هر بار یک انیمیشن 30 ثانیه‌ای برای ما تولید میکنه. پس متن خودم رو انتخاب میکنم و در قسمت کادر پیست میکنم یا اینکه ادیت میکنم. متن نهاییم رو که تایید کردم حتی اگر تنظیمات رو دست نزنم، اگر ویدیو بسازید رو بزنم خودش سبکش و طولش رو در نظر میگیره. پس اگر سبک فیلمتون رو انتخاب نکنید خود هوش مصنوعی سبکی که مناسب فیلمتون هست رو انتخاب میکنه. حالا باید اینجا صبر کنیم چند لحظه تا ویدیو بسازید شما سبز بشه. میبینیم که متن ما رو به صورت انگلیسی هم نوشته. الان که ویدیو بسازید ثبت شد روی ویدیو بسازید میزنیم. حالا شروع میکنه به اسکریپت خوندن، انتخاب شخصیت ها و درست کردن انیمیشن. شما با هر ایمیلی میتونید حداکثر 2 تا 3 کلیپ 30 ثانیه‌ای بسازید و از سکه هاتون کم میکنه. وقتی سکه هاتون تموم شد درخواست خرید اشتراک براتون میاد. در این موقع شما لاگ اوت کنید و با ایمیل دیگه ای وارد بشید و کار تولید محتواتون رو ادامه بدید. یه خوبی که این هوش مصنوعی داره این هستش که صدا داره و زیرنویس هم داره که اگر هر کدوم رو نخواستید در اینشات میتونید صداش رو حذف کنید، صدای خودتون رو بذارید یا اینکه فیلم رو کات کنید تا زیرنویسش هم حذف بشه. باید صبر کنید تا کادر پایین تا انتها سبز بشه. وقتی که سبز شد دیگه انیمیشنتون کامل درست شده. روزی بود و روزگاری بود که هر چند وقت یک بار از شهر پارچه و لباسهای گوناگون می‌خرید و به دههای اطراف می‌برد و می‌فروخت و به شهر برمیگشت. این بزاز دوره‌گرد داشت از یک ده به ده دیگر می‌رفت. وقتی از آبادی خارج شد و به راه بیابانی رسید، مردی اسب سوار را دید که آهسته آهسته می‌رفت. مرد بزاز که بسته پارچه ها را به در قسمت بالا روی علامت دانلود که در مربع سبز قرار داره میزنیم و گزینه شیر یا اشتراک گذاری رو انتخاب میکنیم. در این مرحله باید یکم صبور باشیم چون که ما به فیلتر شکن وصل هستیم و ممکنه سرعت اینترنت اون یکم پایین‌تر اومده باشه. این قسمت ممکنه یکم با کندی همراه باشه. بعد از اشتراک گذاری اگر دانلود اومد دانلود میکنیم و اگر صفحه انتخاب اپلیکیشن اومد یکی از اپلیکیشن هایی که داریم مثل شاد یا ایتا رو انتخاب میکنیم و بعد وارد مثلا فضای ذخیره سازی یا برای کسی ارسال کنید و در این قسمت فیلمش رو دانلود کنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.